سلام دوستان، ظهرتون بخیر، خسته نباشید. اینجا اومدیم که آموزش رفع فیلتری روبیکا رو بهتون یاد بدیم که یاد بگیرید چطوری اکانت روبیکاتون رو رفع فیلتر کنید. ببینید از اونجایی که روبیکا اومده برای کاربراش یه سری قوانین گذاشته و حالا ما رعایت نمی کنیم، اکانتامون توسط هوش مصنوعی روبیکا فیلتر میشه. مسدود میکنن اکانتا رو که دیگه دسترسی به امکان نداریم. برای مثال همین اکانت بالا سنجاقی رو که مشاهده میکنید، این کاربر به علت تخلفات معرض تعلیق میباشه. یعنی تخلفاتی انجام داده که اکانتش فیلتر شده. زمانی که ما اکانتمون فیلتر میشه، برای رفع فیلتری به پشتیبانی روبیکا تماس میگیریم. پشتیبانی روبیکا بهمون میگه که رفع فیلتری وجود نداره و با یه اکانت دیگه وارد روبیکا شو. ببینید این وسط میاید میگید که رفع فیلتر وجود نداره. یه نکته اینجا بگم، روبیکا وقتی که ما قانون رو رعایت نمی کنیم اکانتمون رو فیلتر میکنه و اگه قرار باشه اکانتمون رو رفع فیلتر کنه، از همون اول فیلتر نمیکردن. آخه دلیلی نداره که بیان اکانتمون رو فیلتر کنن و دوباره بعدش رفع فیلتر کنن. این وسط و زمانی که اکانت ما رو فیلتر میکنن بهمون میگن که با یه اکانت جدید وارد روبیکا شوید. یعنی یه نوع تنبیه میمونه. خب حالا ما اومدیم که اکانت ایشون رو رفع فیلتر کنیم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. ببینید این اکانت، این بالا نوشته این کاربر به علت تخلفات معرض تعلیق میباشه. اینجا رو اگه نگاه کنید اکانتش 4 شهریور، یعنی 4 روز پیش فیلتر شده و پروفایل نداره. این هم سنجاقیه که توسط هوش مصنوعی روبیکا اینجا زده. ببینید زمانی که شما میاد میگید رفع فیلتر روبیکا گفتن وجود نداره، چیزی بوده که خود روبیکا گفته. خب روبیکا زمانی که اکانتا رو فیلتر میکنه دیگه نمیاد اکانتا رو رفع کنه، برای همین میگن وجود نداره از ما. حالا ما اینجا اومدیم یه سری کد ساختیم که زمانی که داخل سایر میزنیم اکانتا رو بازگردانی با تمام اطلاعات قبلی که رو اکانت بوده اکانت رو برمیگردونه. خب ببینید این اکانتی که حالا گفتم، اینجا میایم گذاشت میزنیم اینجا گذاشت میزنیم 5 بار. ببینید 5 بار گزارشی که حالا زدیم و ارسال میکنیم و حالا منتظر میمونیم که پروفایل اکانت برگرده و سنجاق برداشتش از روی اکانت که اکانتش برگرده. خدمتتون عرض کردم دوستانی که میاد میگید رفع فیلتر روبیکا وجود نداره، با پشتیبانی تماس گرفتیم. پشتیبانی روبیکا وقتی که اکانت ها رو فیلتر میکنه هیچ وقت اکانت ها رو بر نمیگردونه، چون دلیلی نداره اول فیلتر کنه دوباره رفع فیلتر کنه. حالا ما اینجا یه سری کد آپ کردیم که برای دریافت کد از تلگرام به آیدی اینجایی که بهتون دادم پیام دهید که ما بهتون آموزش میدیم چطوری اکانت روبیکاتون رو رفع فیلتر کنید و خیلی هم روشش آسونه. چند لحظه منتظر میمونیم که اکانتش آزاد شه. آیدی تلگرام بنده هستش. چند لحظه باید صبر کنیم. روشی هم که دارم بهتون یاد میدم روشی هستش که کاملا معتبر و تضمین هستش. کاملا هم معتبره. از خیال تضمین اینا خیالتون راحت باشه. چند لحظه سر میکنیم. خب بله، ببینید دوستان اکانتش حالا سنجاقش رفت و پروفایلش هم برگشت. حالا این اکانت زمانی که شماره رو بزنی کد رو برات دوباره ارسال میکنه. خب ایشون حالا دیگه کلا اکانتشون رفع فیلتر شده. خدمتون عرض کردم که
رفع فیلتر توسط پشتیبانی روبیکا به هیچ وجه انجام نمیشه. حالا ما یه سری کدایی که آب کردیم رو از تلگرام داخل کانال رو هست، حالا اگه پیام دهید خدمتون عرض میکنیم، حالا شرایطشون رو بهت میگیم که به راحتی اکانتاتون رو رفع فیلتر میکنید. این هم اکانتشون که کاملا برگشت.